دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش. خب عزیزان خانه دیگه اومدیم که کاملا تخریب شده و ببینید کلش چپه شده، چند دانه دیوار مانده و خلاص. محترم خوب هستین؟ زنده باشید. شما خوب هستین؟ میشه درباره خانه حادثه بگین؟ الحمدلله کسی شهید نه پنج خدا کسی اوگاد نشد است. کالا و همه چیزا زیر چی شد، زیر گل واره کشیدیم. امروز و دیروز 10 نفر کار کردیم، چوب و چیزاشون کشیدیم انتقال کردیم. نشد الحمدلله. همون فرش و ظرف و چیزا روز اول دوم کشیدیم. دی دو سه روز تقریبا 10 نفر کار کردیم، چوب و دروازه و این چیزای خود کشیدیم. واقعا خساره زیاد شد. خساره است کل مردم خدا باشه. چپه شده. خداوند در مقابل این مصیبت ما شما صبر نصیب کنه. ما از طریق باران رحمت آمدیم یک توفه بر شما داریم. شما را خدا کم نکنه. 2 سال لطف کردن امیر گفتن به مستقبل حساب رسونیم. از خاطر ما خودمون آمدیم خانه به خانه میگردیم که امیر و اون نفرایی که مستحق ترین کسا هستن سلامت باشید. شما را خدا کم نکنه. شما را خدا کم نکنه. همه هر کسی کمک کرده شما تا اینجا زحمت کشیدین، خداوند مقابل این زحمتاتان شما را اجر بده. خداوند شما را خیر بده. که شما برادرای مسلمان ما بودین، دعوال ما را گرفتین، در روزگار خود ما رسید. خانه تان آباد شد. سلامت باشید. شما را خدا کم نکنه. یه بسیار خطرناک است دیگه. نبراین توکل موبایل. چند نشه. دیگه بسیار تخریبات زیاد شده این خانه. احتیاط کنی خودتم. واجه است بسیار زیاد احتیاط کنی که سطح تخریب بسیار زیاد است. شما فکر کنید خودش چپه شده. اینجا مثلا اینجا وقتی کار بودم دست کنم گندمم اینا جمع کرده بودم دست کنم ویسه دیده کلی گندم یارم خراب کرده. خب طرف هم با تصویر بکشونی بسیار زیاد تخریبات شده. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. خب از اینجا آمدیم دیگه. شما دیدین که سطح تخریب بسیار زیاد است. تشکر. دوست عزیز میشه خدا معرفی کنید؟ من محمد منیر خوشوار هستم، معلم هستم در خارج مکتب خارج خوانشی. دیگه این خانه ما است جایی بود. ان شاء الله خدا هیچ کسی تو ضرر نه ضرر چی بود جانی نبود. وقتی که اوازه سیل شد بود ما فرار کردیم رفتن سرسرام رفت خودمون برآمدیم. دیگه می کالای ما را مال مکمل زیر آب شد. الله رحم کنه. ما سر قرآن رحمت و توفه بر شما و تشکر. خداوند سلامت باشید. قربان صدتون. برک سبز زنده باشید. بر شما تقدیم کردیم. تشکر از تمام عزیزانی که از شهر فرانکفورت آلمان همین کمک‌های نقدی روان کردن ما برشون میرسانیم و تقاضای ما این است که فامیل ها بسیار زیاد است. ما همون کسایی که نهایتا کلگی متضرر شده و همون کسایی که زیادترین ضرر دیدن برشون میرسیم. جان سپاس از همگیتان و امیده که کمک‌هایتان زیادتر کنید. میفهمین که خانه دیگه تخریب شده و بازسازی مکمل ضرورت داره. تشکر. قربان شما سلامت باشید. خوش شدیم. خداوند پر جزاک الله. شما عزت بده. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر هموطنای دلسوزم شما را از خداوند منان خواهان عزت و عظمت هستم. خدا شکر که شما به اینجا تشریف آوردید و جمله از جمله دوستا هر کسی که اینجا حتی هر چیزی که میارن از ما نور چشم ماست.
یک اندکی چیزی که فقط بیاین از ما خبر بگیرن، بر ما بسیار چیز است و بسیار تشکر از شما که تا اینجا آمدین و حال ما رو دیدن و از ما حال گرفتن. یک دنیا تشکر و از جناب آیسب محترم که آمدین. خدا شکر خیر بده. انشالله دیگه فامیل چپک شده کسی تو شهید و زخمی و کشته شهید و زخمی نه، از الحمدلله دوستایی که در اتاق بودن اونا خبر دادن پیش از پیش که سیل به قدر خطرناک روان است که ما نتونستیم تا موترهای خود بکشیم. ما طوری کردیم که همون چیزهایی که قیمتی بود اموار زوزو سیاسرها را کشیدیم دیگه، کالا ظرفای نمیال اونجا ببینید بشکاف کلگیش هست، اون بودجه ها هر چی هست دیگه چیزی نجات دادن نتونسته. فقط همین مشکل رو بیرون کردیم کمی طفلا بد شد. اینمی 1000 بار شکر. من خودم دمی سیل که تشتم بیادر مسیل برده بود ولی قسم دانه جان مبارک بود که هیچ خارج میکنه چهار وازوان سلامت باش جان جور باش زنده باش. رحمت آمدیم یک توفه بر شما داریم. زنده باش سلامت باش. شما خودتون میفهمید که چیز ضرورت داشتین. زنده باش سلامت. تشکر از شما بسیار تشکر. سلامت باش. زنده باش خیر ببین. زنده باش. جزاک الله. عزیزان بر آمه دیگه از بزرگوارا آمدیم شما میبینید دیگه آسف کاملا تخریب شده آسف و این طرف اون چپش اون طرف رو خانه چپش اون طرف ما داخلش رفتن کل چیز اونجا زیر خانه است. خب موجم شما خدا معرفی کنید. خب نام من محمد طاهر است، از ولسوالی خوشی هستم، منطقه پاینده است. ما نمیدونیم صاحب میبینه خود چهار تا خودتون دیده رسید چی حال است. می صاحب ما و شما غضب الهی سر ما نازل شده اگه صاحب ما صاحب تو ببینید این میبینید صاحب الهی امین صورت از سود داشته الهی امین میگیم بالا در بدر خواب بسر چشته قرار ایسر میکنیم. خب کوکا جان ما از طریق باران رحمت آمدیم. زنده باشید دیگه دوستایی که در بیرون سر مال دانه برکت کردن گفتن اینه برای ما خود مستقبل سر مال دانه برکت صاحب دیگه ما این پیسه که در نظر گرفتیم زنده باشید یک دینا دو دینا موفق کامیاب باشید. سلامت باشید. زنده باشید. اونو خانه لکه څنګه تاسو وینئ دا هم زموږ د وطندارانو یو بل کور دی چې تقریبا تر ډېره حده پورې د خص کړی دا دیوالونه ټول چپه سوي دي داخل کې بیرون داخل به سوي دي خو نه که ډېر دننه ورځو دننه ګورو چې د کور څه حالت دی. استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. وینئ د کور منځ تقریبا ټول مکمل سل په سل کې تخریب شوی ده. تقریبا ټول خراب دي. د اوبو سطح نه تاسو وګورئ چې د کور کې دننه تر کومې پورې اوبه رسېدلي او اوس هم په ویلې کې اوبه ولاړې دي. لکه خو بستید الحمدلله ما از طرف باران رحمت آمدیم. مو چیزی که استوان ما بود و مو چیزی که ما به نظر گرفتیم بجای از اینکه ما برتن مواد بخوریم پیسه نقد برتن میتیم. چیزی که دوستا و رفقا و برادرای ما که در خارج هستن ما کمک کردن و خیراتشان خداوند پاک قبول کنه. خداوند پاک سفرهای شما رو به خطر کنه. تشکر از لطف و مهربانی و وطنداریتان، از مهربانی شما، از دوستی شما، از محبت شما یک از دیگر سریدن نداریم. برادران تشکر بسیار تشکر. 4000 افغانی رو ما در نظر گرفتیم. تشکر. تشکر ضرورتان هست هم ضرورت اولیتان رفع بکنیم. خیر ببین. تشکر جهان. تشکر زنده باشید. خیر باشید. این خانه دیگه 4 تا برادر که دنیا ولی ما زندگی میکردیم. این تو شد کلش زیر آب شد. اون خانه دیگه کاکام بود که هم زیر آب شد. اون دیگه خانه کاکام است هم زیر آب شد. نمال یک پلچپلک مردم است. گرد گشتم این پیدا نمیتون بسته حولی. در بسته حولی ما گشته نمیتونم. یک پلچپلک پیدا کرده نمیتونم. یعنی هم کلش ویران شد، بیران شد. این خودتون به سر چشم ببینید. تاسو وینئ چې موږ بل کور ته راغلو چې دا هم تقریبا سل په سله کې له منځه تللی ده. دا د لمر کوټې دي.
السلام عليكم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خانه شماست؟ یک سیلی که آمد از تلفات جانب انشالله که نبارید. الحمدلله تلفات شکر. جانی تلفات جانی ندارید؟ امیر شاکر هستیم به خدای خود تلفات جانی نبود الحمدلله. اگر شب می بود خدا میدونه که چقدر تلفات جانی بود. این فضل پروردگار که در آخر روز آمد مردم خود خب ما از طرف مؤسسه خیریه باران رحمت آمدیم. مؤسسه کمکی نحوی را که ما در نظر گرفتیم امروز برای شما تسلیم میکنیم و سر دوستا و رفقا و برادرای ما که در خارج هستند سر نام یک پیام برشان داریم میتونیم بگوییم چیزی پیام گفتگویی داریم تا که برادرای ما که در اینجا خانهشان خراب شدن تلفات مالی و جانی دادن امروز شما هم کاری بکنن. پیام ما هم است دیگه وضعیت ما رو میبینن خدا رو حاضر ببینن چیزی که از توانشان میشه و واقعا توانشان هست کمک کنن که زمین ما به می حد است. یک خانه نیست کاش یک 10 خانه می بود زمین هم توار شده کل سنگ افتاده و جغل افتاده درختا روزی دن ما را ها برده روزی دن ما را ها برد ما دیدیم در راه که ما آمدیم کردار ما دیدیم با آقایی که سالها زحمت کشیدیم که جور کردیم کلش رفت کلش دیگه. از طرف باران رحمت در 4000 افغانی را ما برای شما در نظر گرفتیم که مواد ضرورت‌های اولیه‌تان خدا یک شما حدی خدا پاک شما کنه رسیدگی بتانید. بخیر باشید. تشکر. خدا شما کمک کنه در دنیا و در آخرت. بخیر باشید. بخیر بخیر باشید. باشید.